عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر، عاشق بودم به نگاه تو ای دلبر، بموند چشم سیاه تو ای دلبر، بموند چشم سیاه تو ای دلبر. البته چشمای شما زرده، سیاه نیست. آقا پلنگ مثل کوررنگی داریم اگه زود. آقا من یه خواهشی بکنم. شما چقدر چهرهتون آشناست، تلویزیون نبودین؟ درست. من یه سوال میخواستم. من میخوام یه کاری بکنم، میخوام اون شبکه‌ها رو سریع با هم دیگه بریم. نه من یه سوال خصوصی ازت دارم. بگو. میدونی فرق تو با فرقون چیه؟ عزیزم سوال خصوصی رو که نمیخوام. ببین تو میدونی اگه تیکه‌ای بدی بندازی لهت میکنم این بالا. احسان فرقون گل میبرم و تو دل میبری قربونت برم. ببینید احسان خدا شفاعت بده انشالله. خب من طلب سلامتی براشون میکنم، میخندید. خدا شفاعت بده. به قول شاعر گفتنی که میگه الهی که شفا پیدا کنی تو، واسه دردان توا پیدا کنی تو، تو این دنیا که بی وفایی رسمه، رفیق با وفا پیدا کنی تو. حسن جونم. خسته شدی؟ محمد جون دوست دارم. ما بیشتر. یعنی من ابراز علاقم میکنم شما باید بخندین واقعا. خسته شدی؟ خسته نشدم منتها حسن با این دستایی که عزیزم میزنم من میتونم بگم خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت. حسن برای بازم احسان رو صحنه ای چی میگی بابا جون من؟ چی میگی؟ حسن واسه دلواپسم. برای من دلواپسی دیگه بیرونت میکنن. واسه خود دلواپس باش. تو رو هرگز ندیدم. حسن آقای خطر داره حسن بیا برو. من تو چقدر خوبی ماما، تو مهربون منی، همه جون منی آقای احسان. حسن ساعت 11:30 مهربون من، همه جون من، فدای احساس قشنگه. وقتی نگاه میکنی میگی دوستم داری، بگی دستامو تو دسته، حتی خاطرات تلخ بینم مثل من خیلی قشنگه. وقتی پیشم این هستی که الان با هم یه رنگه، نازی ناز گله دل بی تو میمیره، دست سردم توی دسته تو داری جون میگیره. واسه من باشه یه جدایی شده خیلی بی معنی، من تو رو دوست دارم